موشکاف مثل همیشه سلامای داغشو پیشکش میکنه به همه شما هموطنای باصفا. آقا تو هفته‌ای که گذشت شیخ فری بعد 5 ماه اعتدال بازی یهو به فکر سفرهای استانی افتاد و کله کرد سمت خوزستان. اول رفت اهواز، بعد نرسیده یهو یه سوت بلبلی زد تا یه جوک 2014 واسه 5 به علاوه 1 درست کنه. میدانید توافق ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ در برابر ملت بزرگ ایران. سخنگوی کاخ سفیدم به ریش فلفلی نمکی شیخ فری خندید و گفت حرفای این یارو مصرف داخلی داره، عمل مهمه نه حرف. منظورش اینه که بابا هرچی خواستی کمپوست در کن، جای جاش باید یه نونم برداری، ته جام زهر رو هم پاک کنید بذارید دهن عظما. روحانی زیر عبا شلوارک داره، جای گلاب سیدلی عطرای چارلی داره، تحریم و بردارمون ما تو کار نرمشیم، زهر رو بریز میخوریم جون باراک اهلشیم، جون باراک اهلشیم. حالا بشنوید از فک زدن شیخ فری تو خرمشهر و اداب و اصولای کوسه نشانش. راسته و درسته که مردم این شهر و این استان از شرایط زیست محیطی در رنجند. راست است و درست است که مردم در مسئله اشتغال مشکلات فراوانی دارند. نرخ بیکاری قابل قبول نیست، بیکاری عظیم هست، نرخ بیکاری تکان دهنده است. بابا تو دیگه چه لاشخوری هستی؟ 5 ماه سر کاری بعد هنوز داری نون جفتک زدن به انتر رو میخوری؟ بابا سگ زرد برادر شغاله. انتر میگفت دولت عدالت محور، شیخ فری میگه اعتدال. خب اگه بیکاری عظیمه پس تو با اون اعتدال دوغکی چه غلطی کردی؟ دولت در طول این 5 ماه قدم‌هایی را برداشته است و خود را موظف می‌داند که قدم‌های بلندتری را بردارد. بابا مگه مراسم ریشه است که هی قدماتو به رخ میکشی؟ 2 قدم رفتی، 3 قدم برگشتی. بگو بالاخره واسه این بیکاری طرحت چیه؟ حرفت چیه؟ بنال ببینی. برای اشتغال ما باید محیط امن و آرام را بسازیم. امروز ایران آرامتر از گذشته است. امروز شرایط برای توسعه آماده تر است. ای دجالچه خوب دست خودتو حاج اکبرتو رو کردی. خب بگو از اوضاع انفجاری میترسم، واسه خاطر همین میخوام ریش بیکاری رو گره بزنم به سیبیل آرامش. البته این تب الان تو نظام فراگیره. کوسه و دنبش میگن هشدار انفجار، خامنه میگه هشدار فتنه. خب بگذاریم. شیخ فری بگو بالاخره در چه زمینه ای میخوای اقدام کنی؟ ما در زمینه فاضلاب طرحهای فاضلاب را دنبال خواهیم کرد. این یکی طرح رو نمیخواد دنبال کنی، این یکی رو ملت دنبال میکنن. اجماعاً
عمامه ها رو بچسبید که ملت همه تونو با مخ روونه بکنن تو فاضلاب تاریخ. من با خرای قبلی با ما فرقی ندارم اصلا، تو استبل خمینی پروار و خپل شدم من، ولی فقید تو بیتش حالا زیر 2 تن فشاره، تلسم تیکه تیکه داره دخلشو در میاره، دخلشو در میاره، زهرو میخوام بریزم تو گلوی عدوما جونم، دستام میلرزه میترسم که نتونم، میدونم که تو بازی هیچ شانسی دیگه نداریم، 2 جورشم یه جوره باز پا به فرار بذاری. آخه من یک شیخم فری روحانی، دوم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی، من یک شیخم فری روحانی، دوم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی، من یک شیخم. موشکار